پنجشنبه ها مدرسه سر ساعت 12 تعطیل می شود و رفت تا شنبه صبح، شنبه گوه. بعد از ظهرهای پنجشنبه با تمام بعد از ظهرهای دیگر فرق دارد. روشن و نقره‌ای است و بوی اتفاقهای خوب و دقیقه‌های خوشبخت را می دهد. نرم و گرم و خواب‌آور است، مثل نشستن زیر کرسی مادر بزرگ یا لم دادن به سینه‌های مهربان مادر. روزهای هفته هر کدام شکل و رنگ و بوی خودشان را دارد. شنبه بد ترکیب و تلخ و موذی است و شبیه به دختر ترشیده توبا خانم است. دراز، لاغر، با چشمهای ریز بدجنس. یک شنبه ساده و خر است و برای خودش الکی آن وسط میچرخد. دوشنبه شکل آقای حشمت الممالک است، متین، موقر، با کت و شلوار خاکستری و عصا. سه‌شنبه خجالتی و آرام است و رنگ سبز روشن یا زرد لیمویی است. چهارشنبه خل است، چاق و چله و بگو و بخند است. بوی عدس پلوی خوشمزه حسن آقا را می دهد. پنجشنبه بهشت است و جمعه دو قسمت دارد. صبح تا ظهرش زنده و پر جنب و جوش است، مثل پدر، پر از کار و ورزش و پول و سلامتی. رو به غروب سنگین و دلگیر می شود، پر از دلهره های پراکنده و قصه های بیدلیل و یک جور احساس گناه و دلدرد از پرخوری ظهر، چلو کباب تا خرخره و نوشتن مشق‌های لعنتی و گوش دادن به دلی غم‌انگیز آوازی که از رادیو پخش می شود و دقیقه شماری برای برگشتن مادر از مهمانی و همه جا قهوه‌ای تیره، حتی آسمان و درخت‌ها و هوا.